به یه ویدیوی دیگه خوش اومدین. ما امروز یه ویدیوی دیگه خفن فیکی داریم. این پیج جدید منه. امیدوارم از این پیج خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب زنگوله کنارش بزنین که هر وقت ویدیو گذاشتم براتون بیاد. یه چند تا ویدیو براتون آماده کردم، تقریبا 3 تاست. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده. الان داستانش هم تعریف کنم. ویدیوی اول مربوط به یه نفره که داره توی کشور انده داره راه میره. وقتی که این راه میره یه جنده نمیدونم محافظشه، دنبالش میکنه، تعقیبش میکنه، حالا هرچی دنبالشه. واقعا ترسناکه، واقعیه. از توسط دوربین مداربسته فیلم گرفت. بریم با هم ببینیمش. ویدیوی دوم رفقا از این قراره که یه نفر رفته جستجوگر با یه چند نفری دارن میرن. یه جنی رو میبینن که توی خواب نشسته است. نمیدونم داره چیکار میکنه، نمیدونم من کدوم کشور. همینجوری توی این حساب خیلی چیز شده بود، وایرال شده بود، براتون گذاشتم. بریم با هم ببینیمش. ویدیوی آخر رفقا از این قراره که یه دوربین مداربسته که یه دود مانندی، نمیدونم چیه، فکر کنم جنده، دود مانندی فیلم برداری میکنه. واقعا خیلی ترسناکه. بریم ببینیمش. رفقا دیگه تموم شد ویدیوی. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خدا یار و نگهدار. خدا حافظ تا ویدیوی بعدی.